مانی هم با این بازیکن حاجی بردم داشتم میتونم. سلام رفقا، خیلی مخلصم. بابا من علیکم هستم و خیلی خوش اومدید به استانبولی گایز با دو تا منگول دوست داشتنی داشت مانی و داشت امیر. قراره بریم یه سری آدم کوچولی رو کنترل کنیم و باز مثل چیک و تکه رو بزنن و به بازی رو بریم خونمون. بریم ببینیم که امون چی در انتظارمونه. خب رفقای گل خیلی خوش اومدی. چقدر کاراکتراش بامزه‌ان. آقا راستشو بگم من و امیر اولین بارمون داریم استانبولی میزنیم، با مانی تیم شدیم و مطمئنم شلوارمون رو در میارن. نه امیر داداش ببین برو تو این چیزا، ببین تو این نورا برو. من دیدم با این نورا چه جامپی زدم. امیر با این نورا میتونی جامپ بزنی داداش، بتونی بری مثلا بعدی. میفهمی چی میگم؟ فهمیدم ولی من نفر اولم شد باورت نشد. او چقدر قشنگ کار کردم. آقا البته الان نگی دروغ میگه بار اولشه. من یه دو دست بازی کردیم با دو دست بازی کردیم. چه حالی میده حاجی. اوه غلط کردم. امیر شاید باورت نشه تمومش کردم. سومین نفر کوالیفای شدم. مانی تو چند نفر کوالیفای شدی؟ من هنوز کلی نشدم ولی من اینجا نفر سوم کوالیفای شدم. امیر اسمت چیه تو؟ واسه بیام رو مانی بیومد داداش. مانی من میگم یه کاری کنیم داداش، اینو از تیم حذفش کنیم. این داره به زهر ما کار میکنه. امیر چه اسکینایی دارن، اینو نگاه چه خوشگله. آقا این یه خوبی که این بازی داره بچه، اینه که تو گوشی هم میشه رفت و اگر حال کنید شاید یه پارت گذاشتیم دعوتتون کردیم با هم دیگه. چند حال میده امیرا با بچه ها بریم خیلی خوش میگذره. این منگل چرا اینجا گیر کرده؟ باز با خوب اومدیم. اینا دیگه خیلی منگلن. بودو پایین میرم بابا بدو میرم. وای اینی که لخته رو نگاه کن، لوازم شنا برداشته. چه باحاله. یه مپی بده داداش. مانی چیکار باید بکنیم مانی؟ اینجا ماشین رد میشه نباید بیفتی. وای همین فهمیدی ماشین رد میشه نباید بیفتی داداش. از کجا ماشین رد میشه؟ نه جلو دیگه، بعد جلو بودی به سمت جلو. آها اوکی. امیر قشنگ معلومه نوب سگی با دو تا اسکین دیفالت اومدی باشی. کوالیفای شدم. نه من کوالیفای شدم. چی شد؟ مگه امیر تو تیم ما نبود؟ چجوری به چوق سگ داداش تیمیش مثل فالگایز نیم مثلا آها جمع امتیازی نیست. من گفتم تو اصلا به ما نمیخوری. برو بریم آقا. ابراهیم تو رو خدا کمکم کن. آبهای زیر چیز دارم غلط میزنم. تو رو خدا یه مپی بده حاجی. رفتیم تو چند تا جلومونن مانی 8 نفر کلا جلومون. این چی مانی چیکار کنیم؟ ریسه من نمیدونم مثلا امیر شاید اینو فالگایز باشه بیای، یا شاید اینو فالگایز باشه بیای. نیستم علیو دارم میبینم. برو علی ماشاءالله. یه نفر کلا برنده این مسابقه میشه علی. یه نفر از کل بازی فیناله. برو علی توپتان فقط من علی برنده میشه. علی برنده میشه. امیر نفر اولم داری میبینی؟ امیر میبینم طرفی باری کلا خوشی شد علی. امیر نخور به این بر ماشاءالله. چه علی نمیخواد. وای یارو زد شد. پیشی گرفت. وای خوبی علی. خوب. بکش کنار وای با سوار نه. چقدر میخوره به اینجا. برو. اوه یکم یارو عقبم حاجی. یه چوسکی از یارو عقبم. چقدر کنترل ماشینش سخته. این چرا دندونه یه حاجی خوب بود واسه دست اول. جدی محمد برد. محمد بوی تو کیه؟ محمد
آقا بریم واسه دست دوم. به خودم امیدوار شدم. لزمو آقا رفتیم واسه دست دوم. لزمو دیگه ببین من این دست همه رو میزنم. هر سری این حرفا میزنه میدی چی میاد پایین. ای من گیر که وای حاجی امیر رو مسخره کردم کارمو گرفتم حاجی. مانی پشت مانی برو. آقا تو رو خدا میرم دارم صدای اون ماشاءالله چقدر قشنگ اینو کنترل کردم. ای گند بزنم بابا چرا من خودم امیر بودو مانی برو. مانی اون منو پرت کردی پایین. آخون لنجم نزن می بابا. آقا برید بچه‌ها تو رو خدا. علیو دارم میبینه. علی من پشت من نفر دوم علیو با صندلی جدی با اونا خیلی ما افتادم. یای اشتباه گرفتم. یه یارو دیگه داره میگه علی. یای برو مانی برو یعنی امتیاز ربطی نداره هرچی زودتر بری. مانی ما فقط باید کوالیفای شی. امیر کوشی پر تو خورا آنباری. وای ریدن رو نگاه. امیر اینو نگاه کن اسمش استانبولی 23-25 ابو ریدن مورتال کمبت. گوز شد افتاد پایین. اون چقدر اسکیواش باحاله مثل ای آدم مثل بتمن. من تو رو حتما مستر بیستم توه. مانی مستر بیست واقعا خریده بازی رو کلشو خریده؟ اسپانسر شده. اسپانسره با خیلی بازی باحاله. ای بابا شیطونه میگه دست کنم تو جیبم آقا. والله بس رو بالا بس اسکین علی کامیکس رو اضافه کنم به استانبولی. این اسکین میمون. اسکین توپل مپل بلا. تو رو خدای مانی چیکار؟ ریسه خب خوراکم. با اینهون فالگاید کوشی همین تو اون وسطی. منو مانی بغل هم. لیز بخور. ای برفه کار میکنه واقعی. یه برفه اینو نگاه آدم فضاییشو با اون مساس نگاه کن. یکی داره در چیزش موز در میاد اینجا. اوی خوشو به خودت بیا بابا. گوله برفه بخور ایشالله. او چقدر قشنگی جرأت کردم. امیر جونم بیا که وقتش حاله. چیکار کردم امیر نفر سوم کوالیفای این بازیکن اروپایی پسند. امیر دارم میبینم مثل تو نگن. امیر رسیدی مالی بیا نگاه سرعت مالی. سرعتشو دیدی باهاش هم کوچولوه. آقا کاراکتراش باحال نداره جدی. اگه دوست داشتی یه سری میذاریم با ویورا میریم یه دست میگیریم خیلی حال میده. آقا این فیناله دیگه. خدا پایین میرم بابا. خدا میرم. چرا همه شبیه همین اینایی که چیزا نو به سگ کردن معلومه نو اسکیلن. من خودم نو اسکیلم. ولی چه نو اسکیل. وای اینه که تو فال وای مانی قلقشو میتونی بهم بگی؟ بعد بپر کنیم مثل فال گایز. آره بپر. متی امیر جونم یه بار بپر. امیر رو هر کدوم یه بار بپر داداش. میدونم این اصلا چیه مانی؟ ما بابا چرا اینو احمقا داری میدوی؟ بپر یه بار رو هر کدوم بپر. آقا این اصلا انگار کمتر میتونی بپری یا درسته؟ آره میچسبی ولی بهشونو بپر. من تو رده آخر عجب خریه داره همه رو چیز میکنه. من بالا وای کوتاه بودم. وای من بدبخت شدم. چه شدی امیر جونم؟ من زنده و هنوز زنده. امیر آهای نامردم. کی بود؟ مانی میمون داره میبره. مانی هم این بازی کن حاجی بردم داشتم یه جونم. من این بازی رو قبول ندارم. ببین استعداد تو خونه منه. من بار سوم دارم استانبولی بازی میکنم. چه حالی
وای چقدر خوش گذشت. بریم یه دست دیگه توفانی لزبو. وای چقدر حال دیگه من اتحاد رو از الان به هم میزنم. امیر میخواد اتحاد رو به هم بزنه. در عقب برو. آقا نه آجی جدی بعضی و باید پاشم پولگاز بیشتر حال میده. عجیبه بولگی خیلی ساده من تره. میخوام تراهارد کنم. تراهارد داره. وای خوچی له شد. وای اول نفر اول بودم جدی نفر اول بودم. ای پشت منی همین جلویتم من. جدایی من پشت علی میرم. آجی نفر اول. نه بیا برو سلام کن به مانیو. این مانی بابا این مانی با اینو راه ندیم. به نظرم پلیر خوبا رو بیاریم آقا امیر از مانی داره اصلا ما رو خورد میکنه. من اینجا نخوشیم. چقدر اسکیناش خوشگله جدی. خیلی دارم اسکیناش حال میکنم. برید پایین بابا. برید پایین بابا. برو پایین. اون اسکلتر رو سگی خیلی باحاله. زندگیشون رو مانی چیکار باید بکنیم؟ اسکی پولیه؟ نه ما چیه؟ این خیلی سخته. ببینید بچه‌ها دقت کنید به حرفاش. این بازی کرده تازه بلد کاره. خب برو بابا نه اون دستی که با هم رفتیم تستی این بود دیگه. این چجوری این که ما رفتیم تو آشغالا گیر کردیم؟ من تو پیپی شره گیر کردم. خر شرک. این یارو چرا طلایی انگار داره پرواز میکنه. وات دا هک. خرم میشه بخند یعنی لطفا یکو بزن. وای علی وای مونگولیسم حیوانی. وای گفتی یکو بزن هول شدم. آقا علی نمیتونی. علی ما نمیرسیم. داداش نفر اول بودم من جدی. به عنوان نفر اولی بازیکن تموم. نه بابا آخر زمان ایزوریه. اوه جونم منم کوالیفای شدم. مانی رسیدی؟ مانی بیا وقت است. بذار بره پایین. نگاه کن مانی مونگولا. نگاه کن مونگولا شانس بردی. آقا فینال چقدر فینالاش زود میرسه. اینش خوبه فینالاش خیلی زود میرسه آجی. ولی هدف فینالیم ما بهترینیم. آماده ای؟ لسه ما فقط از این 8 نفر 3 نفرمون خودمونیم. لسه آقا دیگه با هم رفاقتی نداریم. هر کی هر گندی زد بل درک. برو بابا. این درختا دقیقا چی میگه تو بازی؟ نمیدونم دقیقا. هنوز هیچکی نیفتاده مانی؟ نه اسکلته داره همه رو نابود میکنه. داداش یه سری ها قصد این کارو میکنه. برو تو برو اونور. اوه گن زدم. این سری دیگه گن زدم. دیگه این سری دست من نیست. این سری دیگه من. یارو بی شرف چه فشاری داره میکنه. فشار چی؟ بازی بره. من عصبیم. مانی هم افتاد. علی تو موندی یکی دیگه. علی چمون شد. نگاه کن چیکار دارم میکنم. همین جونم نگاه کن دارم میبینم. باری کردم درپی. یارو بالا سرت. یارو بالا سر منی. ببینم همین آمارشو بده. خدا کنه بیفته پایین. علی جا تو بهتری. علی افتاد. علی بردی. بابا علی چجوری میبره. آجی فکر کنم این بازی اصلا امیر این چیت بیت زدم باگه. اصلا امکان نداره من تو هیچ بازی برنده نمیشم. داشت من 6 ساله دارم کرم گیم بازی میکنم هنوز نمون. نمیگه این بازی باگه. بزنیم یه دستی یا نه حال داره میده. برو بریم لازم.
ببین رئیس که ببین دیگه من به نظرم باید بکشم کنار دیگه، واقعا به درد من این چیزا نمیخوره. امیر واقعا شاید باور نشه، خودم مثلا نمیفهم چه غلطی دارم میکنم، جدی دارم میگم. این خودم میفهمیدم راضی بودم. علی معلومه علی پس بعد ببین تو مسابقات جهانی استانبولی استانبولی گایز. مثلا پس فردا مثلا بچه‌م به دنیا میاد میگه بابا تو مثلا چی حرفه‌ای بودی؟ استانبولی. میگه چوسیدم تو استانبولی بابا. استانبولی گایز 3 دست مستقیم برنده شدن. استانبولی با ماست میخورم. لیکامیکس. ای گیر کرد. من گریه هم کردم. یه لحظه بازیم گیر کرد. وای گربه همین سنجابه چی چه خوشگل البته. این زره حاجی چقدر پول ایناست، چقدر اسکیناش خوشگله بسن. این 2-3 دست برد دیگه میخواد ریخت و پاش کنه توی بازی. ریخت و پاش تو خونمونه. ولی اینایی که میرسن به آخر بازی یکم منگولن، دقت کنیم چون وام میستن اینجوری خوشحالی میکنن. اینش بده. این بعد دیگه برن. خب وای پلیسا رو چقدر کومور. بوی دهنم بده تشخیص ماریا. ربطی داشتیم مثلا ماریا این چیه؟ مانی این چیه؟ مانی نمیدونم، بازی نکردم. بابا بازی نکردم. میخوام بزنم اون کشتی انگار میخوام توپ بزنم. ای وای تو توپ بندازه فرار کنید. علی تویی داداش. آره سلام. امیر نزدیک من نشو، نزدیکش فکر کنم بیشتر میندازه. من دیگه تو داری میبری علی. من میگه توش بخور نمیبازیم یا میشه ترسه. وای تو اومد این وسط. وای نزدیک بیفتم تو. وای غلط کردم. میدونی یعنی چی غلط کردم؟ میخندم بابا تو امیر توپ خورد تو صورتم، خورد تو دهنم. یکی از چیزای نفر اول گرفتیم ازش. یکی از یاران امام حسین خورد تو دهنم. حال کردید یا نه؟ شلوارم عجیبه در آوردم. چقدر حال داد واقعا حاجی. استعدادم من پیدا کردم. من توی استانبولی معروفم. باید یه استانبولی بشم. آقا عشق من این امیدوارم که لذت برده باشه. اگه حال میکنید یه بار دیگه از این ویدیو ببینید، تدارکی که متوجه بشید مثل همیشه تعداد لایکاتون رو بگید تو کامنت ها بنویسید که پارت بعدش بذار. اگر هم حال کنید بچه‌ها یه سری دعوتتون میکنم بیاید دوره هم ویدیو بگیرید کلی عشق کنید. کانال چه امیرم زیر این ویدیو هست، مانی هم که آدم نیست ولش کن. خدای بزرگ خیلی مخلصم.